مولانا محمد یوسف حسین پور رحمه الله که یکی از علمای طراز اول بود و هم عالم بود هم عامل بود، عالمی که به علمش عمل بکنه خیلی ارزش داره. مدرسه گشت یکی از مدارس قدیمی استان ما است که به دست حضرت مولانا عبدالواحد گشتی رحمه الله تعالی تأسیس شده و بنا شده است و گسترش و توسعه این مدرسه توسط شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور رحمه الله انجام گرفت و کار بسیار وسیعی را در رابطه با علم و نشر علم و نشر فرهنگ اسلامی و دین انجام داده است. سالانه روز جمعه یک جمعه می تشریف میارند اینجا و انشاءالله عزیزان مراجعه خواهند کرد و بهرحال این را همیشه مورد توجه خاص قرار بده. مدرسه در روستا و قریه هست و جایی که انجا درآمد وجود نداره و مدرسه از خود محل مساعدتی نداره، مردم توانایی ندارن اونجا. البته سراوان هست نزدیک که مردم سراوان همان آن خیر و در میانشون متمول هم هست، ولی به هر حال مدارس دیگه هم وجود داره، تنهای مدرسه نیست. انشاءالله به همه مدارس توجه بشه و به این مدرسه توجه خاص بکنید انشاءالله. ما در هر صورت به ماه مبارک رمضان رسیدیم و چیزی که آرزوی هر مومن هست دوست نفس روزه را قبول نداره و مگر اینکه نفس اصلاح شده باشد. نفوس انسانی از سختی ها گریز میکنند، از مشکلات، در حالی که سعادت و ساختن ما، تزکیه ما، اسلام ما در سختی ها الله تعالی قرار داده است. ولی به هر حال نفس مطمئنه و نفسی که اصلاح شده مساعدت کنه بندگان در رابطه با ماه رمضان، ولی اون نفوسی که به هر حال تمرد در اونها موجوده و آرام طلبی و عیش طلبی در اونها موجود هست، گریز میکنند از سختی و خصوصا از رمضان شریف. و اصل فلسفه آن است که کل این مسئله اگر ما در یک نکته ببینیم که بزرگترین هدف آن است که بندگان رضامندی منعم را جستجو کنند و تلاش کنند رضامندی کس ذات را که هرچه ما داریم از او داریم. اگر نعمتهای مادی هست، نعمتها و منافع دنیوی هم، و اگر منافع حتی جسم ما جسمانیه، اون چه که الله تعالی در وجود ما
و در جسم ما به ما عنایت کرده است. نعمتهای معنوی که الله تعالی به بشر عنایت کرده، تمام این نعمتهای مادی و معنوی همه از جانب پروردگارند. منعم ذات یگانه پروردگار هست. همه چیز رو ما از الله تعالی گرفتیم. بشر هر چه داره، تمام داراییش از پروردگار، از الله تعالی هست. هم عقل میگوید این تقاضای عقل به اقتضای عقل و هم به اقتضای وحی و شریعت شرع، بشر باید جستجو بکنه رضامندی پروردگار را، خوشنودی پروردگار که در جهت شکر الله تعالی، برای شکر الله، ادای شکر پروردگار، برای کسب رضایت پروردگار بشر باید تمام تلاشش را بکند، تمام تواناییش را اعمال بکنه، خرج کنه تا رضامندی حق را کسب کند و الله را خوشنود بکند و بندگی هم همینه. بندگی پروردگار، عبدیت که در انسان ها مورد پسند و محبوب، عبدیت و بندگی پروردگار، بندگی پروردگاران ہے کہ انسان در پی رضایت حق باشه، در پی رضایت الله باشه و چه چیزی خدا را خوشنود می کند، چه چیزی علیه بالله الله تعالی را ناراض می کند. از ناراضی الله تعالی فرار، از ناراضی الله تعالی گریز، اجتناب، پرهیز بکنه و به سوی الله تعالی حرکت، به سوی الله، خوشنودی الله، رضایت الله از طریق بندگی، از طریق اطاعت پروردگار. الله خوشنود میشه که بنده از او فرمان ببره، از او اطاعت کنه، راهنمایی او را قبول بکنه که در کتاب آسمانی قرآن عظیم و شان راهنمایی کرده است به وسیله پیامبران و رسول اعظم صلی الله علیه وسلم. بشر و انسان را راهنمایی کرده است. انسان دنبال این رضایت باشه، دنبال فرمان برداری باشه که الله چه فرمان داده، الله چه دستور داده، در مال ما چه دستور داده است که زکات الله در مال دستور داده، حلال در مال که روزی حلال باشه، زکات بده از اموالش به فقرا، مساکین، مستمندان. و در صورت الله تعالی را در مال اجرا بکنه، به یتیم ها خرج کنه، به فقرا، به مساکین. ماه رمضان افطاری بده، ماه رمضان به مستمندان رسیدگی بکنه، سبد غذایی توزیع بکنه اگر توانایی داره، نداره خرمای توزیع بکنه، دانه خرما بده، نداره لیوان آب بده به روزداره، به نیازمنده. نمیتونه دست کسی را بگیره و کمک با جسمش بکنه و کسی که کارش را خودش نمیتونه انجام بده او را کمک بکنه
کسی راهنمایی کنه به راه، کسی بلد نیست توی شهر، بیگانه آشنایی نداره، برای آدرس سرگردانی او را ببری برسانه و راهنمایی بکند. آدرسی میخواد آدرس بده و اگر هیچ جایی نداره قوت بکنه که به پناهگاهی این برسه، هرچی که میتوانه، هر اندازه که از دستش برمیآید برای یک انسان خدمت بکنه. و حتی برای انسان تنها نه، حتی حیوانات از منابع طبیعی و منابع ملی و از این مسائل دفاع بکنه که به نفع عموما، به خیر عموما، از منافع ملی دفاع بکنه، از منافع عمومی دفاع بکنه، از مشکلات مردم صحبت بکنه. و هر کسی قلمی داره که زبان الله داده که قلمی، و هر کسی یک توانایی داره در حد توانایی در جهت خیر بکوشد، در جهت نفع رساندن بکوشه و تلاش بکنه. خیر الناس من ینفع الناس فرمودن، بهترین مردم اونه که نفع برسانه به مردم، خیر برسانه به جامعه، کمک بکنه مردم و به هر صورتی که میتواند، به هر راهی که میتواند. یکی با مال میتوانه، یکی با زبان میتوانه، یکی علم و تخصصی داره میتوانه. و هر کسی، هر انسان در فکر منافع عموم باشه، در فکر منافع مردم باشه، در فکر منافع جامعه باشد، در فکر منافع کل باشه، در فکر منافع ضعفا باشه، رسیدگی به ضعفا، خانواده هایی که سرپرست را از دست دادن، خانواده هایی که سرپرستشون زندانن، خانواده هایی که گرفتار مریضی، سرپرستشون مریضه، نیاز دارن. ولهذا این همه در جهت رضامندی الله، خوشنودی پروردگار طلب نکنیم چیزی را جز رضامندی الله. و این سروران گرامی بندگی پروردگار و این شکر الله تعالی و این چیزی است که حیاتی و مهمه. رمضان و روزه یکی از این عبادت های مهمه که ارکان دین قرار گرفته، در همه ادیان بوده و در دین اسلام رمضان شریف خیلی حیاتی و مهمه. این 4 تا رکن مهم و در واقع 5 تا هستند: شهادت به توحید وحدانیت الله و رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و گواهی به توحید پروردگار و نماز و روزه است و زکات. هر یکی از این آیاتیان، هر یکی از این مهمان، هر یکی تاثیر گذارن. رضایت الله تعالی را در جستجو میکنیم در این چار چیز پابند باشیم و اگر اینا را پابندی کردیم امید است که کل دین توی زندگی ما بیاید و عمل بر دین آسان بشه و هر قد در مسیر دین برای ما سهل باشه و آسان باشد. ولهذا این نماز عبادت بدنی، روزه بدنیه و زکات عبادت مالی است و حج هم عبادت جانی و هم عبادت مالی است، مرکب از جان و ماله. الله به من شما توفیق عنایت. روزه از عبادت های تاثیر گذار و بسیار مهمه در جهت تزکیه انسان، در جهت اصلاح انسان، در جهت ساختن انسان.
انسان هم می سازه، نفس را آدم میکنه، نفس را تربیت میکنه. بر نفس خیلی سخت روزه. و عزیزان اگر همت باشه آسان است، همت باشه روزه چیزی نیست. الان ببینید تو زندان ها باید 70 روز اعتصاب میکنه، غذا نمیخورن. تو چی خیلی تعجب میکنه. ما که وقتی آقا عید فطر می آید نزدیک افطار چقدر مردم خوشحالن، ما خوشحالیم. افطار روز می آید وقت غروب همه خوشحالن، سر سفره نشستن. و ما میگه که روزه امروز تمام شد، روزه ماه رمضان تمام شد. و ماشاءالله این همت چه همتی است که 2 ماه 3 ماه بعضی واسه اعتصاب غذا میکنن و ضعیف میشن، لاغر میشن. کار مهم نیست. این که بعضی علامتات که بالاخره از خود میگذرن و یا مشکلات خاصی دارن و لحظه دست به کار میزنن. یعنی همت هم میگم که چند روزه 2 ماه این غذا نمیخوره و لحظه الان 1 ماه الله تعالی برای ما گذاشته. این 1 ماه شب بخور، سحری هم بخور و روز فقط روزه باش. و چه قد این تاثیر داره در انسان. روزه منیت را میشکند، روزه تکبر. بالاترین چیزی که بشر بدبخت کرده است تکبر شیطان را، که به این روز سیاه رسید شیطان و مورد لعنت و غضب خدا قرار گرفت. تکبر بود، منیت بود و این ادعای خدایی که بازی میکنم، بازی که این توی لباسشون نمی گنجن، خیلی خود را بزرگ میدانن و دیگران تحقیر میکنن. این منیت، این خودخواهی، این خودپسندی، این تکبر دشمنش روزه هست. روزه میزنه تکبر را، روزه میزنه، اصلاح میکنه بخل را، که بخل یکی دیگه از دشمنان الله. دشمن الله تکبره، دشمن الله بخله. آدم بخیل الله سخیه، آدم متواضع دوست دارن، گردنکش دوست ندارن. نفرت دارن الله تعالی از متکبر و خودخواه و گردنکش. دوست دارم بنده را دوست دارم، بندگی را دوست دارم، که بندگان بنده باشن، متواضع باشن، هرچه دارن امرا از الله بدانن، هرچه آبا و اجداد من شما داشته همه این عمل الله تعالی از الله، ولی ما چیزی نیست. آبا و اجداد چیزی نداشتن، هرچه داشتن همه از پروردگار ذاتی نبوده، مال ما هم ذاتی نیست. حکومت هرچه دارن، حاکم هرچه داره الله داره، ذاتی نیست، دائمی هم نیست، مال همیشه نیست، مال الله تعالی. و بندگی اینه که شکر این نعمت را بجا بیاورد، شکر نعمت را بجا بیاورد، نعمت الله تعالی را قدردانی بکنه. ولهذا این روزه تاثیر حیاتی داره در ساختن جامعه، تاثیر حیاتی داره در ساختن انسان، تاثیر حیاتی داره نماز، زکات، حج و تمام واجبات شرعی و دینی، همه آنچه که الله تعالی ما را به آن توصیه کرده تاثیر دارد در ساختن جامعه، به نفع جامعه، به نفع انسانیتان، به خیر انسان و باب اخلاقان.
اگر از باب عمل کردن، اگر از باب اعتقادن، همه و همه برای ساختن این موجوده و وقتی که این موجود ساخته میشه انسان میشه بهشتی، این میشه مال جنت فردوس. و اگر انسان ساخته نشه، انسان دلش مغزش پر از تکبر باشه، پر از خودخواهی باشه، انسان اگر دلش پر از بخل باشه، بخیل باشه، از مالش هیچ کسی خیر نمیداد. و اگر انسان تنگ نظر باشه، کوتاه‌بین باشه، خودش را تنها ببینه، دیگران نبینه، لحظه این انسان مستحق عذاب میشه، مستحق عذاب میشه و انسان میشه جهنمی، روی زمین میگرده و مال جهنمه. الله از او متنفره، از او بیزاره، از او ناراضه، از او انسان. و انسانی که در حق دیگران ظلم بکنه، ظلم را نسبت به دیگران روا می‌داره، اون انسانی که نمیفهمه هیچی، اینها وقتی که توی جهنم میرن میفهمه. اما یک انسانی که او ساخته میشه، ظرفیت پیدا میکنه، توسعه حاصل میکنه، انسان شایستگی پیدا میکنه، وجودش مایه رحمت میشه برای خلق، و محبت میکنه با بندگان الله، با خلق خدا، و حرف اونها را میشنود، نیاز و مشکل اونها را میبینه، دل میسوزه برای بندگان، گریه میکنه برای گرفتاران، به حال گرفتاران گریه میکنه، کسانی که گرفتاران، به حال مریضان گریه میکنه، به حال اسیران، به حال آنهایی که توی جنگها دارن میسوزن، طغیان بشر، سرکشی بشر، تمرد بشر بر خلق ضعیف الله تعالی با سلاح مدرن و پیشرفته و مخرب میکوبن بندگان خدا را و فکر نمی کنن که زیر این سلاح چه کسانی دارن میسوزن، چه کسانی دارن متلاشی میشه زندگیشون، زندگی مادیشون، زندگی جسمانیشون، خانوادگیشون، چه اطفال و اولاد زیر این بمها و موسیقای مخرب تکه تکه میشن و میسوزن. او متکبر جبار فکر نمی کنه که بالاخره اینا هم انسانن، اینا هم بشرن، اینا زندن. انسانیت کجاست؟ کجا رفته انسانیت که در این ماه رحمت و رمضان در بسیاری از سرزمین ها موشک و بم و مثل باران میریزه، قنفارو، مواد آتشین بر سر مردم میریزن. انسانیتشون کجایه؟ شما ارتش دارید، شما قدرت دارید، ولی انسانیت باید داشته باشیم. همه بشر و انسان به انسانیت فکر کنه، و حتی انسان نه، حیوانات نه، منابع و مناظر طبیعی را نباید کسی بسوزه و زراعت را نباید کسی تخریب بکنه، جنگلات را نباید کسی بسوزه.
و تا برسه به این انسان که ارزشمندترین موجود و نزد خدای عز و جل مورد توجه. بله عزیزان، برای حوزه علمی گشت امروز جمع‌آوری که یکی از مدارس بسیار خوب و خوشنام و بهترین خدمت را عرضه کرده در گذشته و حالا هم الحمدلله توی همه مسیر خدمت به دین و علم داره کار میکنه. دوستان تشریف آوردند امروز اینجا مهمانند و انشاءالله دست بالا بگیرید و کمک جمع‌آوری بکنه برای این مدرسه. آل غزه چه میگذره امروز بر سر اونها؟ بر مردم اوکراین، بر زنان اوکراینی، بر بچه های اوکراینی. من کار ندارم که اینها چه اعتقادی دارن، ولی چرا قدرت ها سلاحایشون را بر مردم بی‌دفاع اوکراین منفجر بکنن و زندگی اونها را تارمار بکنن در انسانیت. اگر یک قدرت ها با هم منازعه دارن خودشون بدانه با هم درگیر بشه، این ملت ها را بدبختا اینا چه کردند؟ و الله تعالی همه را هدایت کنه. لحظه عزیزان مهم است که انسان به جایگاه انسانیت برسه، توسعه حاصل کنه، با صفاتهای زیبا در او تجلی بشن. صفت تواضع، صفت سخاوتمندی، صفت گذشت، صفت ترحم، صبر، توکل و اعتماد بر الله تعالی. وقتی صفاتهای زیبا که در برنامه الله تعالی، در برنامه شریعتان، در برنامه ادیان بودن و در دین اسلام، این صفات وقتی در اسلام می آید انسان وجودش رحمت میشه، سرمایه ملی میشه انسان، به نفع همه جهانیان فکر میکنه، انسان میشه مسلمان واقعی. مسلمان نه، مسلمان واقعی. مسلمان نما نه، مسلمان نما خیلی هست توی زمین، اما مهمی که مسلمان واقعی باشه، واقعا دین در وجود او تاثیر کرده باشه، وجودش رحمت بشه. این مهمه. وقتی که ما این حکومت ها، حاکم های ایران زندگیشون میبینیم که انسان های وارسته بودن، چه اندازه وجودشون مایه رحمت بود و خلق از وجودشون در آسایش بود، خلق از وجودشون راحت بود. وقتی که این انسانای سخت شده بودن و دور سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یاد آمد که خلفای راشدین کلهم، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، بقیه بزرگان، عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت بنی امیه یکی از خلفای بنی امیه، واقعا انسان شایسته و لایق اگر بود عمر بن عبدالعزیز بود. و اینها وجودشون چقدر رحمت بود
برای بندگان خدا. و چقدر خلق در آسایش بودن، در راحت بودن. وجود مسعود رحمت للعالمین، امام المرسلین، امام النبیین، وجودشون چند از رحمت برای خلق خدا بود. و او با مردم سر زمین می نشست، سر حسیر نشست و گرسنگی کشید که دیگران سیر کنه. تو رمضان یک درس همینه که گرسنگی می کشید تا حال گرسنگان بدانید، حال نیازمندان بدانید. ماه همدردی به خلق خدا، به دیگران همدردی بکنید. حال مریضان بدانیم که نمیتوانند بخورن بنوشن، حال تندستان بدانیم. و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که لباسش پیوند داشت و چندین پیوند حساب کردن در لباسش بود. وقتی که سر منبر آن حضرت بالا رفت که خطبه بدهد، روزی که تاخیر کرد در نماز جمعه، گفت که شما تاخیر کردید امروز در نماز. گفت که من لباس او را شستم و این لباس من دیر خشک شده، لباس تر بوده و دیگر لباس اضافاس نداشتم که به تن بکنم. و کسی که حاکمی باشه، حکومت به این گستردگی داشته باشه و به این صورت زندگی بکنه. و وقتی که شبها می رفتن سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه توی شهر مدینه دور می زدن و حاکمان خود را، والیان و استانداران دستور دادن که مردم را مورد تفقد قرار بدن، بین خود و بین مردم حجاب داشته نباشه، حجاب از مردم برداره، در خدمت مردم باشند. حاکم زیباست که در خدمت مردم باشه، در سطح مردم باشه، با مردم بشینه، در کنار مردم باشه. حاکم گرسنگی بکشه تا مردم سیر بشن. و وقتی که به مدینه منوره دور زد و یک جای دید خانه بچه ها و با آتشی روشنه و بچه ها گریه می کنن و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سراغ اونها را گرفت که چه خبره، بچه ها چرا گریه می کنن؟ گفتن که بچه ها از گرسنگی گریه می کنن، نمی خوابن. و آتش روشن کرده، ظاهره یک ظرفی چیزی بالای آتش گذاشته، دیگی چیزی که بچه ها را بگه که شما صبر کنید تا غذا بپزه، و غذای نیست که بخوابن. و سیدنا عمر رضی الله تعالی خیلی دست پاچه شد، خیلی نگران شد، برگشت و از بیت المال یک کیسه پر کرد از غذاهای مختلف، آرد و روغن و غلامش را گفت که اینا را به پشت من بگذار. گفت که نه، من اینها را به پشتم حمل می کنم. فرمود که تو روز قیامت گناههای مرا تو حمل نمی کنه، من حمل می کنم، بگذار من خودم این بارا بکشم. و وقتی که آوردن اونجا بالاخره صبر کردن که پیرزن غذای آماده کرد، بچه ها را داد، بچه ها سیر شدن و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برگشت. و این حاکم بودن، این حکومت بودن. و وقتی یک شب دور میزد و یک جای نالی و دید در خیمه و آمد و معلوم شد که اینجا یک زنه مال صحرا نشینه، اینجا جای ندارن.
و کسی ندارند، در حال وضع حمله و اینها پریشانند. و سیدنا عمر رضی الله رفتن از خانه آوردن آدم که خدمت اینا را انجام بدن، کار مامایی برای اینا انجام بدن و خدمت بکنن. و این حاکم صدای نه بزرگوار، صدای بچه را شنیدن، حال اون روستایی و صحرانشین و اون مسافر و کسی که هیچ کسی را نداره حال او را دیدند، پیرزنها را دیدند، کنیزها را دیدند، غلامها را دیدند، حرف همه را شنیدند. حاکم سر تفا گوش باشه، زمان حاکم میتونه موفق باشه، کسی که در راس مردمه، کسی که به هر حال امام مردمه، مقتدار مردمه، عالم مردمه، ریش سفید مردمه، با سر تفا گوش باشه و بشنود حرف مردم را، ببیند حال مردم را، وضعیت مردم را و به مردم رسیدگی بکند و رحمت الله تعالی برای مردم و مردم بیچاره و مردم گرفتار باشد. به منافع ملی فکر بکنه. مهم است این نکته. منافع ملی یعنی منافع کل ملت و همه ملته. مهمه که حکومت های دنیا به منافع ملی تمرکز بکنن، به منافع ملت خود اول، بعد به منافع ملت های دیگر، ملت های ضعیف دیگر، ملت های گرفتار دیگر. اول منافع ملت، چون هر حاکم نمایندگی ملت خودش را داره. ملت های گوناگون برای خودشون حکومت های جداگانه دارن، ولهذا به منافع مجموع کل فکر کنه، به آسایش اونها، به راحت اونها. درد ملت بشنود، صدای ملت گوش کنه، در کنار ملت باشه. این را ذاتی خودش، حکومت را هیچ کسی ذاتی خودش ندانه، حق خودش ندانه. این مال مردم و از جانب مردم الله تعالی داده و مردم رسول کرده است که داده است. لذا برای مردم کار بکنه. تمام غم هم برای عموم اقوام، برای همه مذاهب، برای همه ادیان و برای کل ملت باشه و تفاوت بین این ملت ها ملت قائل نباشه. همه را بگینه و از همه بشنود، به منافع همه فکر بکنه و رنج مردم و زحمت مردم خواب را از چشم حاکم، از چشم کسی که بزرگتری و در راست قرار گرفته است ببره و دل بسوزه. اون زمانی هست که رضایت الله از حاکم حاصل میشه. حاکم هم با حکومت است جستجو بکنه باید رضامندی الله تعالی را. و خوشحالیم که در جوار ما در افغانستان یک ملک هست که به هر حال هیچ درآمدی نداشته، منابع خیلی کم داره بالقوه، ولی منابعی که فعلا مورد استفاده باشه نیست. ولی به هر حال حکومت فعلیشون
با یک سری موفقیت های را داشته در جهت مبارزه با فساد در هر ملک باشه ملک تباه میکنه و میگذاره. با مبارزه کردن با فساد امروز یک واقعیت هست، واقعیت ها را باید گفت. فساد از ریشهش کنده شده، ریشهش سوخته شده در افغانستان آقا. و فساد نیست، سوء استفاده مالی نیست، تا این ساعت نیست، آینده به دست الله است. و دوم ناامنی، دوتا موضوع که خیلی آزاردهنده بودند افغانستان، حالا 60-70 ساله که امنیت ندیده. سال اخیر بالاخره نام قبل از اینکه تحولات بیاید هم توی افغانستان مقدار ناامنی بود، ولی 40-50 ساله که توی افغانستان امنیت نبوده، نه راهی امنیت داشته، نه جای دیگه امنیت بوده. و امروز توی افغانستان امنیت برگشته است و این امنیت یکی از نعمتهای عظیمه و ما خوشحال میشیم واقعا که میشنویم که دلار های در افغانستان داره پایین میآید ماشاءالله و پول افغانستان داره ارزشش بالا میره. نعمت هست، اونچه که واقعیت داره باید گفت، زفر هم باید گفت. هم ضعف و هم قوت. این خیلی به ارزشه که پول یک کشوری که ثروتی نداشته، سرمایه نداره و منابع نداره و پولش ارزش پیدا بکنه، یک افغانیش بشه 800,000 تومان. 800,000 تومان جان، 800 تومان درسته، 800,000 نه 800 تومان، ولی معذرت، ولی یک افغانی بشه 800 تومان بالاخره. و روزی بود که تومان خیلی ارزشش بالاتر از افغانی بود. و مدیران ما چه کار میکنن؟ مدیران کشور ما یک کشور فقیره، حداقل بانک مرکزی ما ایران برای بانک مرکزی افغانستان تماس میگیره که شما چه کار کردید. چه اشکالی داره که ما بالاخره از کشوری که همجوار ما هست بریم اونها را سوال بکنیم که شما راهنمایی کنید. های پول ما میره رها شده و هر روز قیمت افت میکنه و پول بیارزشه. پول نو ماشاءالله چنان زیبان که آدم میگه که نگاهش بکنه، ولی پول بیارزشه، ارزش نداره. لحظه این میطلبد مسئولان امر را که به منافع ملی تمرکز کنند، حرف مردم گوش کنند، حال و وضعیت روستاییان و بیکاران و کسانی که مشغله و کار ندارند، حال همه ملت ببینند، دریای ملت بشنوند، صدای ملت و تمرکز کنند بر منافع ملی و منافع ایران و پایین بیایند، به کنار مردم بشینند، در خدمت مردم باشند. و این حیاتی، این نجات و این مهم هست و الله تعالی
همه را هدایت کنه به راه درست و راه راست. ولهذا اعتقاد ما آنه که زندانی سیاسی نباید در کشور و مملکت، هیچ مملکت، هیچ دنیای نباشه. و حرف زندانی انسانای سیاسی حرف داره، حرفشونو بشنویم، صحبت بکنیم با کسی که صحبتی داره، حرف خوبش رو بگیریم و زندانی های سیاسی رو رها کنید. و به حال ملت خودتون، به هر ملت ایران که یکی از ملت های نجیبه و یکی از ملت بهترین ملت هست، ملت صبوره، ملت بردباره، به حال این ملت، به حال زنانشون، به حال جوانانشون، به حال همه طیفه فکر کنیم. و جا داره که من هم بنده از مردم ایران تشکر کنم و امروز خصوصا از مردم تهران به خاطر همدردیشون با سیلزدگان جنوب کشور، جنوب استان دشتیاری که با کمک های مردمی و همدردی در کنار این مردم قرار گرفتن و غم و اندوه این مردم کم کردن و این ملت الله ضایع نمی کنه و ما امیدواریم که الله تعالی این ملت عزت و سربلندی عنایت کند و الله از منافع این ملت و از حقوق این ملت الله دفاع می کند. و آخری توصیه بندان است خدمت شما عزیزان که ایام نوروز هستند، نوروز و معمولا در ایران سفر می کنم، ضمن اینکه ما سال نو را برای سال نو را در سال نو سعادت و سربلندی را برای همه ملت ایران، برای همه مردم ایران آرزو می کنم و همه ملت های دنیا توصیه می کنم همه شما ها عزیزان را که مردم می آیند، این بالاخره سفر می کنم به استان سیستان و بلوچستان و مهمان من و شما هستم. خیلی اکرام کنید این حالات، خیلی محبت کنید با این مردم، مغازه‌داران، کسبه، بازاریان، تاکسیرانان و تمام کسانی که اتوبوسداران، همه کسانی که با این مسافرین سر و کار دارن، مسافران با اونها، صاحبان هتل و مسافرخانه و به هر حال کل مردم بلوچستان و سیستان توصیه بندان است که با این مهمانانتون بسیار با حرمت رفتار کنید و احترام کنید و ارزش قائل باشید برای این مردم و الله تعالی به همه توفیق کند. الله دوست داره خصلت مهمانداری را و از انسانهای مهمان نواز الله تعالی دوست داره، سخاوتمند دوست داره. مقدار فطریه ولی اینجا فطریه را نوشتن و با توجه به این که واز جو 72,000 تومان و از گندم 50 هر یک جنس قیمت ارزانترین قیمت مال گندم هست و جوه که زیر 100 تومانه و بقیه 300 تومان خرمایه و از کشمش که در حدیث ما آمده 670 یعنی نزدیک به 700 زیر 700 تومانه و شما هر کدوم بدید صدقه فطر شما ادا میشه. بله این گندم و جو مال همه فقرا و همه طلاب و همه بیوه ها و بالاخره کارگرانه که درآمد ندارن، مال شما کسبه
کشمش را بدید، شما خرما را بدید 300 بدید، 372 هزار نوشته خرما را و کشمش 600 و 700. هر مساکین و مدارس دینی هست. ولی و این روزها برای غزه خیلی دعا کنید و فلسطین که این جنگ به پایان برسه و این آتش که فعلا سر اونها بعضی الله آتش و جنگ را برداره و الله تعالی در این منطقه آرامش بیاره و سرزمینه اشغالی را به فلسطینیان که حق فلسطینیش برگردانه و فلسطینیان را به استقلال برسانه و فلسطین فراموش نفرمایید و همه مظلومان دنیا را برای همه باید دعا کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.